امروز 26 ایول است و من شالوی گلخوجه تازه‌ترین خبر و گزارش‌ها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی می‌کنم. سرخط موضوع‌های برنامه. مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند که کمیته امداد خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. در آخرین نشست مطبوعاتی المازبек Otamboyev از پرزیدنتیش ابراز قناعت کرد. نظرسنجی ها مثلا آمار گلپ هم نشان میدهد که 82 یا 84% اهالی از من پشتیبانی میکند. یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود. خبرنگار تاجیک قبول ندارد که صحنه بحث برانگیز نمایشنامه نخود که من نیستم مایه تربیوی دارد. من دیدم که یک کودک که این صحنه را تماشا می‌کرد چشمانش را داشت. مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند که کمیته امداد خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. به این نقطه روز چهارشنبه 26 ایول ضمن نشست خبری اشاره شد. با قرار سود فعالیت این کمیته در جمهوری تاجیکستان قطع کرده شده است و مطابق با طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان بعد با قرار سود قطع کرده شدن این گونه تشکیلات با همین نام و با همین شکل فعالیت در مهلت 5 سال تأسیس یافته نمیتواند. مقامات تاجیک تا 20 سال گذشته گفتند که فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بنابر رعایت نکردن قانون‌های تاجیکستان قطع شده است. کمیته امدادی امام خمینی از سال 1996 به فعالیت‌های خیریه در این کشور شروع کرد. در دوام 2 سال اخیر اکثر ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکت‌های تجارتی در دوشنبه بسته شدند که به قول شارحان به سردشوی مناسبت دو کشور ارتباط دارد. روز 26 ایول منابع معتمد از دادستانی سوخت خبر دادند که فیروز خیرزاده سابق یاور دادستانی نایب باباجان غفوروف بنابر آنکه شهروندی روسیه را داشت از کار در این نهاد رانده شد. از دادستانی ولایت سوخت نخواستند جزئیات بیشتر این قضیه را شرح دهند. تماس گرفتن با خود فیروز خیرزاده به ما دست نداد تا که حقیقتی از کار دادستانی برکنار شدنش را از زبان خود او شنویم. از اول سال جاری مطابق قانون اصلاح شده تاجیکستان درباره خدمت دولتی منصبداران دیگر حق داشتن دو شهروندی را ندارند. مایمه امسال دادستانی شهر استرافشن نیز برای ماشین سوار به درس رفتن پسرش و داشتن شهروندی روسیه از مقامش برکنار شده بود. محکمه پدر فیروز خیرزاده دولتبek خیرزاده معاون سابق آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان در میان 9 منصبدار دیگر این نهاد و 3 مقام خدمات گمرک و دادستانی در دادگاه عالی از هفته گذشته دوام دارد. روز 24 ایول همزمان با جشن 60 سالگی شوکت میرزیویف در ازبکستان شبکه شبانه روزی اطلاعاتی فعال شد. شوکت میرزیویف بعد مرگ پرزیدنت خودکامه اسلام کریموف در ماه سپتامبر سال 2016 برای بیرون آوردن ازبکستان سرجمعیت که سالها در انزوا بود بعضی گام‌های دیگر را نیز پیاده کرد. آیا در ازبکستان واقعا هم مرحله نوی آزاد بیانی آغاز می شود یا تنها امر تصادف است؟ در این باره من با شارح بخش ازبکی رادیو آزادی سیروجدین اسلام صحبت کردم. خوش آمدید به برنامه ما. ببینید تنها در یک ماه اخیر شوکت میرزیویف چند اقدامی به اصطلاح غیر عادی رو پیش گرفت، از جمله برای دوباره فعال شدن رسانه بین‌المللی BBC و همچنین برگزاری نمایشنامه دیگراندیش ازبک در ازبکستان اجازه داد و اکنون یک شبکه 24 ساعته را نیز براه انداخت. این همه تشبوس چی معنی دارد و در داخل ازبکستان این را چگونه شرح می‌دهند؟ میدانید شوکت میرزیویف تا مرگ اسلام کریموف تقریبا 13 سال سروزیر کشور بود و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را خیلی خوب میداند و به نظر من این وادار کرده است که شوکت میرزیویف یک اصلاحات کل را آغاز کند و خودش هم گفته بود که وضعیت کشور را مثل او کسی نمیداند و کسی او را نمیتواند فریب دهد و او سال 2017 را سال ملاقات با مردم اعلام کرد و تا کنون اصلاحات کل را انجام داده ایستاده است. از اقتصاد سر کرده تا ساحه‌های اجتماعی و سیاسی
از جمله برای آزاد کردن مطبوعات که سالهای دراز در پس درهای بسته بود کوشش کرده ایستاده است و تشبث را نشان داده میگوید که ژورنالیست ها نیز وضع کشور را آشکارا و با چه خیل که باشد امیخیل نشان دهند. خب بعضی نگرانی های نیز وجود دارد که این اقدام هایی که گویا برای رشد آزادی بیان و دموکراسی پیاده می شود موقتی اند و شوکت میرزیویف با این وسیله می خواهد نفوذ خود را بیشتر کند یا اعتماد مردم را به دست بیارد. البته این گونه حرفها هست. بعضی حتی میگن که یک اقدام پاپولیستی است، ولی فکر نکنم که شوکت میرزیویف با این اندیشه اصلاحات را آغاز کرد، چون نیاز به این چیز نداشت. او میتونست مثلا کشور را مثل اسلام کریموف ادامه دهد، ولی این کار را نکرد و امروز مثلا ما میبینیم مردم آشکارا معمای خودشان را میگویند، در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا این معماها را مطرح میکنند و شوکت میرزیویف مجبور میکند که سیاستمداران رهبران کشور پیش مردم جواب دهند. این البته یک به اصطلاح زمانهای شوروی وقتی میخائیل گورباچوف پیرسترویکا را آغاز کرده بود خیلی شبیه است. صحبت مفصل با سیروژین اسلام را میتوانید در سامانه www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. در حالی که شوکت میرزیویف تازه سر قدرت آمده و سیاست نرم را به راه میماند، المازبек اتنبویف رئیس جمهوری قرقیزستان آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پرزیدنتی برگزار کرد. بر پایه قانون‌های قرقیزستان پرزیدنت برای یک دوره 6 ساله انتخاب می شود و بنابراین المازبек اتنبویف حق ندارد نامزدی خود را در انتخاباتی که تیر ماه امسال برگزار می شود پیشبری کند. تفصیلات این نشست و نظر اتنبویف را به دوره حکمرانیش در گزارش نوبتی می‌بینیم. المازبек اتنبویف روز چهارشنبه آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پرزیدنتی برگزار کرد. المازبek اتنبویف خواست که ملاقات با خبرنگاران در محیطی غیر رسمی صورت بگیرد. او در آخرین نشست مطبوعاتی خود به حیث پرزیدنت قرقیزستان بدون گالسوک حاضر شد. صلاحیت او به عنوان رئیس جمهور ماه دکبر سال جاری به اتمام می رسد. این 6 سال خیلی طولانی و گاها به آخر بود. انسان همین گونه ساخته شده است که به زودی همه مشکلات را فراموش کرده به زندگی ادامه می دهد. اتنبویف 60 ساله گفت که به هنگام رهبری کشور سلامتیش را از دست داد، ولی در مجموع از نتیجه فعالیتش راضی است. آنهایی که در کنارم هستند همیشه لطف میکنند و تنها حرفای خوب میگویند، اما نظرسنجی ها مثلا آمار گلپ هم نشان میدهد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند. یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود. انتخابات پرزیدنتی در قرقیزستان روز 15 اکتبر اعلان شده است. طبق طلبات سرقانون اتنبویف برای دور دوم حق پیشبری نامزدیش را ندارد. مرس سریف سیاستشناس قرقیز برد اتنبویف را در آن می‌بیند که مهلت خود را با ثبات و بدون بی سر و سامانی‌های سیاسی پایین میبرد. مبارزه اعلان شده بر ضد فساد چندان نتیجه نداد و عموماً تا به حال فساد از عامل‌های اساسی باقی میماند که برای رشد کشور مانع ایجاد میکند. به قبل این سیاستمدار در دوران اتنبویف قرقیزستان به کشوری آزاد و دموکراتی در آسیای مرکزی تبدیل یافت. سریف باوری دارد که تیم پرزیدنت فعلی حتما آدمان خود را سر قدرت می آورد. حالا کسی نمیتواند پیشگویی کند کی پرزیدنت می شود، ولی من به چون و چرا می توانم بگویم آن نفر پرزیدنت می شود که با اتنبویف وابستگی دارد. اتنبویف سال 2011 بعد انقلاب اپریلی انتخاب شده حکومت موقت تحت رهبری روزا اوتونبایوا را عوض نمود. از نگاه ولیری ساکن 62 ساله بیشکک زندگی در قرقیزستان به سوی مثبت تغییر کرد. حال حاضر من یگان نفری جایگزین را نمی بینم.
قرقیزستان با جمعیت 6 میلیون نفره اکثرا مسلمانشین در اوایل سالهای 2000 در حالت بحران عمیق سیاسی قرار گرفت. پرزیدنت‌های قبلی در سالهای 2005 و 2010 در پی انقلاب برکنار شده بودند. در زمان مستقلیت قرقیزستان اتنبایف از اولین رهبران کشور است که آرامانه از وظیفه می رود. هرچند برخی از سیاستشناسان حدس می‌زنند که او می‌تواند به کرسی سروزیری نشیند، زیرا صلاحیت رهبری حکومت در نتیجه اصلاحات تیر ماه سال گذشته به طور نظررس تقویت یافت. برمیگردیم به تاجیکستان. یک نمایشنامه شاگردان نورسی تئاتر مایاکوفسکی در تاجیکستان بحث و هنگامه‌های زیادی برانگیخت. برخی از تماشابینان از آن انتقاد نمودند که نمایشنامه صحنه‌های جنجال برانگیز را پیشنهاد نورسان می‌کند که برای یک جامعه سنتی توجیک قابل قبول نیست. اما هنرمندان تئاتر برعکس این تماشابینان را در برداشت نادرست صحنه عیبدار می‌سازند. سرانگیز نوروز شاه موضوع را تحلیل کرد. هنرمندان تئاتر مایاکوفسکی میگویند برداشت برخی‌ها از نمایشنامه نخود که من نیستم درست نیست و هدف آنها هرگز ترغیب فحش و شهوت در بین نورسان و کودکان نبود. نمایشنامه مذکور از جانب هنرمندان نورس استودیویی نزد تئاتر مایاکوفسکی روی صحنه آمد و اخیراً محتوای آن از سوی برخی از تماشابینان در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این گروه هم از هماغوش شدن دو هنرمند مکتبخوان در نمایشنامه و هم عشق یک نورس به زنی بزرگتر از خود ایراد میگیرند. مردم ببینند و بگن که در کوچه با آدمی بیگانه که سرت را یک بار سیله کرد و 10 سامان داد من دوگانه خالت میشم بیا رویم، یعنی نباید باور کرد و نباید بروند. یعنی پند این است، نه آن است که 16 ساله رفت و با آن زنی 25 ساله که بومج است و اخلاقش بد است و همخوابگی کرد. نه این است پند. نمایشنامه نخود که من نیستم سرنوشت پسرک 16 ساله را حکایت میکند که همیشه از مادرش تحقیر میشنود و از او ناقص العقل نام میبرند. مناسبت ناسالم والدان سبب میشود که او پیوسته از خانه فرار میکند. کورته نداشتن پسر بچه یعنی اون زنی اوباش کورتهش رو میکشد و به قتل میرساند. یعنی کشیدن کورته به طور زبان تئاتری رمزی اگر گوییم زندگیش رو از تنش میگیرد و بچه رو میکشد. فیروزه عبدولی قضیه هنرمند جوان در نمایشنامه نخود که من نیستم نقش مادر پسرک را اجرا کرده است. با من یگان نفر نه از طرف مادر نه از طرف خواهر نه از طرف آدم بیگانه گفتم که مهمان آمدگی بود، یگان سخنی درباره فحش یا این معنا نبود. با ما گلها تبریک کردن، با ما گفتن که ما به شما باوری داریم. نمایشنامه نخود که من نیستم برای ششمین جشنواره بین المللی تئاتر جوانان نگاهی نو از سوی هنرمند جوان تئاتر مایاکوفسکی تیرزا زاوربک و به صحنه گذاشته شد و به گفته هنرمندان تئاتر تنها یک بار در روز جشنواره پیشنهاد تماشابینان گردید. اما صاحبیان طالب خبرنگار تاجیک و یکی از فعالان فیسبوک عکس‌های از نمایشنامه را در شبکه‌های اجتماعی گذاشته در مطلب از مسئولین تئاتر انتقاد کرده است. میگوید صحنه‌های شهوت برانگیز را به کودکان نمایش دادند. خب دو کودک پسرک و دخترک که آنها مکتبخوان هستند هماغوش هم میشوند و دخترک لباسهای پسرک را از تنش بدر میکند و او را محض میکشد و من دیدم که یک کودک که این صحنه را تماشا می‌کرد چشمانش را داشت. برخی از هنرمندان تاجیک هم از صحنه‌های بازی نمایشنامه نخود که من نیستم تنقید کرده‌اند. اما عبدالمومن شریفов هنرمند تئاتر جوانان که اسپکتاکل را در جشنواره نگاهی نو تماشا کرده است از چنین برخورد با کار شاگردانه و تجربوی چند جوانی که از درد خود گفتند ناراحتی می‌کند. من هیچ حس نکنم. ها خب درباره همونی که تربیت خوب نمی‌کند چقدر فریب می‌کند کلام زن فریب میکنه. خب این چیزی واقعی است. همه این چیز هست. نمایش تجربه‌ای دانشجو در سطح دانشجویی بود، حتی دانشجوی سالهای اول و دوم دانشجویی. هنرمندان تاجیک میگویند تئاتر باید واقعیت‌های زندگی را تصویر کند، نه آنچه از سراغ غربیری سنزوره سنتی میگذرد.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 13 میلیسایро که با دلیل فربهی از مقامشان سبکدوش کرده بود دوباره به کار قبول کرد. این کارمندان میلیسا تنها بعد از آن که وزن خود را کم کردند به جای کار قبلیشان استخدام شدند. 3 ماه پیش وزن آنها از معیار مقرر شده تا 17 کیلو بیشتر بوده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که میلیسای فربه امکانی فعالانه اشتراک کردن در عملیات را ندارد. به این دلیل چند قبل بیش از 100 کارمند این نهاد برای به معیار مطابق کردن وزن خود هشدار گرفته 20 نفری آنها از کار آزاد گردیدند. این خبری آخرین در برنامه امروز بود. خبرگزاری‌های بیشتر در سامانه azadi.tj، صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار.